فیض‌الله جبارزاده افسر 25 ساله الفا واحد تعیینات مخصوص ضد تروریستی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیمه دوم روز 18 مای سال 2022 در زادگاهش جماعت دهنه در کنار شهر کولاب به خاک سپریده شد. فیضعلی جبارزاده در جریان ناآرامی‌ها در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان به هلاکت رسید. رادیوی آزادی خبر داد که این افسر الفا از قفس سینه‌اش تیر خورده است. تفصیلات دقیقاً کی و چگونه کشته شدن او دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 18 مای در یک اطلاعیه کشته شدن یک سرباز کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه روشن را تصدیق کرد. وزارت کارهای داخلی گفت در نتیجه این حمله یک افسر به هلاکت رسیده، 13 خدمتچی حربی جراحت وزنی برداشتند. وزارت کارهای داخلی گفت جانب مقابل در مرکز ناحیه روشن در 3 نقطه شورای دوشنبه خاروخ ورای کمینداتور سرحدی را بستند. وزارت کارهای داخلی گفت در جریان عملیات در ناحیه روشن که صبح 18 مای آغاز یافت، از جانب مقامات 8 ساکن ناحیه روشن به ضرر 11 نفر زخمی و بیش از 70 نفر دستگیر شدند، ولی ساکنان ومر مرکز ناحیه روشن قبلا از قطع شدن علاقه با این ناحیه خبر دادند که نیروهای امنیتی بالای مردم بی‌سلاح تیر کشیدند و این منجر به کشته و زخمی شدن شماره زیاد ساکنان آسایشته شد. ولی وزارت کارهای داخلی میگوید کسی از اهالی آسایشته در جریان عملیات آسیب ندیده است.